آیا جایز است برداشتن حجاب یعنی گرفتن حجاب به حجاب بودن نزد دامادم شوهر دخترم؟ بله جایز است، چون زن برای داماد دخترش محرم میشود. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر عمم؟ نه جایز نیست، چون از غیر از محارم نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر خالم؟ نه به هیچ وجه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر دختر برادرم؟ نه به هیچ وجه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر دختر خواهرم؟ نه به هیچ وجه این هم جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر نبیرم؟ بله این جایز است، چون او الکی از محارم حسابیده می شود. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر خاله‌ام؟ نه به هیچ وجه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر عمه‌ام؟ به هیچ وجه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر برادرم؟ بله جایز است، چون پسر برادر محرم است. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر عمک‌های مادرم؟ نه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر عمک‌های پدرم؟ نه به هیچ وجه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر زن برادرم؟ نه به هیچ وجه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر عمه پدرم؟ نه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد شوهر خاله مادرم؟ نه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر خاله پدرم؟ نه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد پسر خاله مادرم؟ نه جایز نیست. آیا جایز است برداشتن حجاب نزد طبیب در حالت ضرورت قطعی؟ بله جایز است. اگر ضرورت باشد که نیازی بر این باشد، در هیچ دیار طبیبی هم نباشد، قدر توان ضرورت میگردد. پس داماد از محارم حسابیده می شود، از محارم های قطعی ابدی. پسر برادر همچنین از محارم است. خاله و عمه نسبی یا که شیرخوارگی، تقا عمکی نسب یا که شیرخوارگی، اما دیگران که دیگر محرم نیستند. شوهر عمه، شوهر خاله، پسر خاله، پسر عمه، پسر عمکی، پدر یا که مادر، شوهر دختر برادر یا که خواهر. اما نزد طبیب در ضرورت شدید و خطر و بیماری که طبیب زن وجود ندارد اجازت میگردد، اما باید با حد لازم اختیار شود، با محرم. خلاصه محرم نفری که ازدواج با او دائمی حرام است، مثل پدر، برادر، پسر، داماد، شوهر نبیره و نامحرم هر کس دیگری. یک قاعده عمومی فقهی است، بر دوش بگیرید. هر کسی که ازدواج با او احتمالاً ممکن است، در نزد او حجاب حتمی و لازمی است، چی ممکنی موقتی باشد چی ممکنی ابدی باشد. در این حالت در نزد او حجاب اصلاً این لازمی است، حجاب نگاه داشته باشد. الله سبحانه و تعالی داناتر است.